در ابتدا مه آنقدر فراگیر بود که نورا نمیتوانست هیچ چیز ببیند تا اینکه کم کم ستونهایی در دو سمتش پدیدار شدند. در مسیری ایستاده بود که دو سمتش ستونها ردیف شده بودند. رنگ ستونها مثل مغز خاکستری بود و لکه‌های آبی روشن داشت. بخارهای مهمانند مثل ارواحی که دوست نداشته باشند دیده شوند از بین رفتند و شبح چیزی از پشتشان پدیدار شد. چیزی مستطیلی و جامد. شبح یک ساختمان، تقریباً هم اندازه کلیسا یا سوپرمارکتی کوچک. نمای سنگی و همرنگ با ستونها داشت و در چوبی بزرگی وسطش بود. جزئیات ریز و ظریف سقف و همچنین ساعت بزرگ جلوی آن تصویر شکوه و جلال را القا می کرد. ساعت درست جلوی نقطه اتصال شیب‌های دو سمت سقف قرار گرفته و اعداد رومی با رنگ سیاه روی آن نوشته شده بودند. عقربه‌هایش نیمه شب را نشان می‌دادند. پنجره‌های تاریک و تاقدار با قاب‌های سنگی در فواصل مساوی روی دیوار جلویی ساختمان کار شده بودند. در نگاه اول نورا فقط 4 پنجره دید. اما یک لحظه بعد مطمئن بود که 5 پنجره می‌بیند. به این نتیجه رسید که حتما اشتباه شمرده. با توجه به اینکه دور تا دورش هیچ چیز دیگری نبود و جای دیگری نداشت که برود، محتاطانه قدمی به سمت ساختمان برداشت. به ساعت دیجیتال روی مچش نگاه کرد. طبق آنچه ساعت میگفت دقیقاً نیمه شب بود. نورا منتظر ماند تا ثانیه بعدی سر برسد، اما نرسید. حتی وقتی به ساختمان نزدیکتر شد، در چوبی را باز کرد و قدم به داخل ساختمان گذاشت، اعداد روی صفحه ساعت تغییر نکردند. یا ساعتش خراب شده بود یا اینکه بلایی سر زمان آمده بود. در این شرایط هر دو احتمال ممکن بود. نورا فکر کرد چی شده؟ اینجا چه خبره؟ همانطور که داخل می رفت به این فکر افتاد که شاید در اینجا بتواند جوابی برای سؤالهایش پیدا کند. داخل ساختمان حسابی روشن بود و با سنگ‌های روشن آن را سنگ فرش کرده بودند. رنگی میان زرد روشن و قهوه‌ای شتری، مثل رنگ کاغذ کتاب‌های قدیمی. اما پنجره‌هایی را که از بیرون دیده بود در داخل ساختمان نمی‌دید. در واقع با اینکه فقط چند قدم در داخل ساختمان پیش رفته بود، دیگر نمی‌توانست دیوارها را ببیند. در عوض همه جا پر از قفسه های کتاب بود. ردیف به ردیف طبقات پر از کتاب که تا سقف بالا می رفتند و از راهروی عریضی که نورا درونش قدم می زد منشعب شده بودند. نورا در یکی از ردیف ها پیچید و ایستاد تا با سردرگمی به کتاب های ظاهراً بی پایان نگاه کند. همه جا پر از کتاب بود. خود طبقات آنقدر باریک بودند که انگار اصلاً دیده نمی شدند و نامرئی بودند. کتاب ها همه سبز رنگ بودند، اما سایه های مختلف و متفاوت سبز. برخیشان مثل آب مرداب سبز مات، برخی دیگر سبز روشن مغز پسته‌ای، برخی سبز زمردی تیره و برخی دیگر هم به روشنی و شادی چمنهای تابستان. حالا که بحث چمنهای تابستانه شد، با اینکه کتابها قدیمی به نظر می رسیدند، هوای کتابخانه بسیار تازه بود. بویی خوشایند و شبیه حیاتی پوشیده از چمن داشت، نه شبیه کتابهای قدیمی و خاک گرفته. واقعا به نظر می رسید طبقات تا ابد ادامه دارند و مستقیم به سمت افقی ناپیدا و دوردست می روند. مثل خطوطی که در پروژه هنری مدرسه به پرسپکتیوی تک نقطه کشیده شده بود و فقط گهگاهی راهروی وسطشان دیده می شد و این نظم را به هم می زد. نورا یکی از راهروها رو تصادفی انتخاب کرد و در آن به راه افتاد. در تقاطع بعدی به چپ پیچید و اندکی گم شد. دنبال راه خروجی گشت، اما هیچ نشانه یا تابلوی خروجی ندید. سعی کرد قدم‌های پیشرفته را برگردد، اما غیر ممکن بود. در نهایت به این نتیجه رسید که قرار نیست راه خروج را پیدا کند.
برای آنکه دست کم با شنیدن صدای خودش کمی آرام شود گفت غیر طبیعیه، واقعا غیر طبیعیه. ایستاد و قدمی به طرف چند تا از کتابها برداشت. هیچ عنوان یا نام نویسنده‌ای روی عطف کتابها نوشته نشده بود. جز تفاوت رنگشان تنها وجه تمایز دیگری که داشتند حجمشان بود. ارتفاع کتابها یکسان بود اما قطرشان تغییر می‌کرد. عطف بعضی هایشان 2 اینچ قطر داشت و بعضی دیگر به شدت کمتر. یکی 2 تایشان که اصلاً مثل بروشورهای نازک بودند. دست دراز کرد تا یکی از کتاب‌های متوسط را که رنگ زیتونی ملال آوری داشت از روی طبقه بردارد. کمی خاک گرفته و کهنه به نظر می آمد. پیش از آن که کتاب را کامل از طبقه بردارد، صدایی از پشت سرش شنید و عقب پرید. صدا گفت مراقب باش. نورا برگشت تا ببیند چه کسی پشت سرش است. کتابدار. خواهش میکنم مراقب باش. زن ظاهراً از ناکجا آباد آنجا پدیدار شده بود. شیک پوش بود. موی خاکستری کوتاه داشت و پلیور یقه اسکی سبز لاک پشتی پوشیده بود. اگر نورا میخواست سنش را حدس بزند میگفت حدوداً 60 ساله. شما کی هستین؟ اما پیش از اینکه سوالش را کامل کند دریافت که خودش از قبل جواب را میداند. زن محجوبانه گفت کتابدار این کتابخونه. چهرش مهربان اما جدی و خردمند بود. همان موی خاکستری به دقت پیرایش شده همیشگیش را داشت و صورتش دقیقاً همان شکلی بود که نورا به یاد می آورد. چرا که زن پیش رویش همان کتابدار پیر مدرسه‌اش بود. خانم علم؟ خانم علم لبخندی کمرنگ زد. شاید. نورا به یاد آن بعد از ظهرهای بارانی افتاد که با همدیگر شطرنج بازی می کردند. روزی را به یاد آورد که پدرش مرد و خانم علم آرام آرام این خبر را در کتابخانه به او رساند. پدرش در زمین راگبی مدرسه شبانه روزی که در آن تدریس می کرد ناگهان دچار سکته قلبی شده و درگذشته بود. آن روز نورا حدود نیم ساعت کاملا گیج و سردرگم به بازی نیمه تمام شطرنجشان خیره شده بود. در ابتدا حقیقت برایش سنگین تر از آن بود که بتواند درکش کند. بعد ناگهان به ذهنش هجوم آورد و او را با دنیای ناشناخته آشنا کرد. نورا خانم علم را در آغوش گرفته بود و صورتش را به لباس یقه اسکی او چسبانده و آنقدر گریه کرده بود که صورتش به خاطر ترکیب اشک و رنگ آکریلیک لباس دچار حساسیت شد. خانم علم فقط او را در آغوش گرفته و مثل بچه‌ای پشت سرش را نوازش کرده بود. نه حرفهای کلیشه‌ای زده و نه سعی کرده بود با حرفهای دروغین آرامش کند. برعکس فقط نگرانش بود. نورا صدای خانم علم را به یاد می آورد که می گفت همه چیز بهتر میشه نورا، همه چیز درست میشه. 1 ساعت طول کشید تا مادر نورا دنبالش آمد. برادر نورا نشه و بیخیال روی صندلی عقب نشسته بود. نورا هم روی صندلی کنار مادر ساکت و لرزانش نشسته و به او گفته بود که دوستش دارد، اما هیچ جوابی نگرفته بود. اینجا کجاست؟ من کجام؟ خانم علم لبخندی بسیار رسمی زد. خب مشخصاً اینجا کتابخونه است. ولی کتابخونه مدرسه نیست، راه خروجی هم نداره. من مردم؟ اینجا دنیای بعد از مرگه؟ خانم علم گفت نه دقیقاً. نمیفهمم. پس بذار توضیح بدم. کتابخانه نیمه شب. در حالی که خانم علم صحبت می‌کرد، چشمانش گویی جان گرفته بودند و مثل چاله‌های پرآب زیر نور ماه می‌درخشیدند. گفت ببین، زندگی و مرگ یک کتابخونه است. توی اون کتابخونه هم طبقات کتاب تا ابد ادامه دارن. هر کتاب موقعیت این رو بهت میده که یکی از زندگی‌هایی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی، تا ببینی اگه انتخاب‌های دیگه‌ای کرده بودی چی میشد.
اگه موقعیت این رو داشتی که حسرت‌ها رو از بین ببری، کار متفاوتی انجام میدادی؟ نورا پرسید: پس واقعا مردم؟ خانم علم سر تکان داد. نه، دقیق گوش کن. بین زندگی و مرگ. اشاره محو به انتهای راهرو و افق کرد. مرگ اون بیرونه. خب پس باید برم بیرون چون خودم میخوام بمیرم. نورا راه افتاد که برود. اما خانم علم سر تکان داد. روند مرگ اینطوری نیست. چرا؟ نمیتونی بری سراغ مرگ. مرگ میاد سراغ تو. ظاهراً قرار نبود نورا حتی در مرگ هم موفقیتی به دست بیاورد. حس آشنایی بود. حس ناکاملی در همه زمینه ها. مثل یک پازل انسانی ناتمام. نیمه زنده و نیمه مرده. خب چرا نمردم؟ چرا مرگ نیومد سراغم؟ رسما خودم دعوتش کردم که بیاد. میخواستم بمیرم. اما الان میبینم اینجام و هنوز وجود دارم. هنوز همه چیز رو حس میکنم. خب اگه این حرفم مایه آرامشت میشه، بهتره بدونی که به احتمال زیاد داری میمیری. کسانی که به کتابخونه میان، حالا سرنوشتشون هر چی که بشه، معمولا خیلی اینجا نمیمونن. نورا هر وقت به این موضوع فکر میکرد که البته این اواخر بیشتر و بیشتر هم شده بود، همیشه فقط کمبودهایش را میدید. چیزهایی که نتوانسته بود به آنها برسد. واقعا هم خیلی چیزها بودند که نورا به آنها نرسیده بود. حسرتهای زیادی داشت که پیوسته توی سرش تکرار می شدند. توی المپیک شنا نکردم، یخچال شناس نشدم، همسر دن نشدم، مادر نشدم، خواننده اصلی گروه هزارتون نشدم، موفق نشدم آدم واقعا خوب یا شادی بشم، نتونستم از ولتر مراقبت کنم و حالا بعد از تمام اینها حتی نتوانسته بود بمیرد. واقعا شرم‌آور بود که این تعداد از احتمالات مختلف را نابود کرده بود. تا زمانی که کتابخونه نیمه شب وجود داره، تو هم از مرگ حفظ میشی نورا. حالا باید تصمیم بگیری میخوای چطور زندگی کنی. طبقات متحرک. طبقات کتاب دو سمت نورا شروع به حرکت کردند. زاویه هایشان عوض نمی شد، فقط افقی می لغزیدند و جابجا می شدند. این احتمال هم بود که اصلا طبقات حرکت نمی کنند و این کتاب ها هستند که جابجا می شوند. اصلا هم مشخص نبود که چرا یا حتی چگونه. هیچ ابزار و وسیله دیده نمی شد که این کار را انجام دهد. صدایی به گوش نمی رسید و کتاب ها هم از انتها یا ابتدای طبقات بر زمین نمی ریختند. کتاب ها بر اساس اینکه روی کدام طبقه قرار داشتند با سرعتی متفاوت می لغزیدند. اما هیچ کدامشان خیلی سریع حرکت نمی کردند. چه اتفاقی داره می افته؟ چهره خانم علم در هم رفت. قامتش را صافتر کرد. چانه‌اش را داخل برد. قدمی به سمت نورا رفت و دستهایش را در هم گره کرد. وقتشه که شروع کنی عزیزم. اگه اشکالی نداره این رو بپرسم چی رو شروع کنم؟ هر زندگی میلیون ها تصمیم رو شامل میشه. بعضی از این تصمیم ها بزرگن و بعضی کوچیک. اما هر بار که تصمیمی گرفته میشه نتیجه تغییر میکنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه‌ای میشه. این کتاب ها دریچه‌ای هستن به تمام زندگی هایی که تو میتونستی تجربه کنی. چی؟ تعداد زندگی هایی که میتونی داشته باشی به اندازه احتمالاتیه که توی عمرت داری. توی بعضی زندگی ها انتخاب های متفاوتی میکنی و اون انتخاب ها نتایج متفاوتی رو ایجاد میکنن. اگر فقط یک کار رو متفاوت انجام داده بودی داستان زندگیت متفاوت میشد. همه اون زندگی ها هم توی کتابخونه نیمه شب وجود دارن. همشون درست به اندازه این زندگی واقعی هن. یعنی زندگی های موازی؟ نه همیشه. بعضی هاشون بیشتر متقاطع هستن. خب دوست داری زندگی رو تجربه کنی که میتونستی داشته باشی؟ دوست داری کاری رو متفاوت انجام بدی؟ چیزی هست که بخوای تغییرش بدی؟ کار اشتباهی کردی؟ جوابش آسان بود. آره، همه چیز. به نظر رسید این جوابش باعث شد بینی کتابدار قلقلک شود.
خانم علم سریع دست در آستین لباس یقه اسکیش فرو برد تا دستمال کاغذیش را بیرون بیاورد. بلافاصله آن را جلوی صورتش گرفت و داخلش عطسه کرد. نورا گفت عافیت باشه و دید که چطور به محض تمام شدن استفاده کتابدار از دستمال جادوی عجیب آن را از توی دستانش غیب کرد. نگران نباش، دستمال ها هم مثل زندگی ها هستن. همیشه تعداد زیادی ازشون هست. خانم علم برگشت سر حرفش. انجام دادن فقط یک کار به شکلی متفاوت معمولا مثل اینه که همه چیز رو متفاوت انجام بدی. هر چقدر هم که تلاش کنیم نمیتونیم کارهایی رو که توی دوران زندگی انجام دادیم تغییر بدیم. اما تو دیگه توی دوران زندگی نیستی. اومدی بیرون. این موقعیت رو داری که ببینی همه چیز میتونست چطور پیش بره. نورا در دل گفت امکان نداره اینها واقعی باشه. ظاهراً خانم علم میدانست او به چه فکر میکند. اما واقعی نوراسید. هرچند اون واقعیتی نیست که تو درکش میکنی. بهترین حالتی که میشه توصیفش کرد میانه است. نه زندگیه و نه مرگ. اون زندگی واقعی که فکر میکنی نیست. اما رویا هم نیست. نه اینه و نه اون. خیلی کوتاه بخوام بگم کتابخونه نیمه شبه. طبقات که تا پیش از این آهسته حرکت میکردند متوقف شدند. نورا متوجه شد که یکی از طبقات سمت راستش در ارتفاع شانه فضای خالی بزرگی دارد. تمام بخش‌های دیگر طبقات کاملاً و شانه به شانه از کتاب پر بودند. اما اینجا فقط یک کتاب به پشت روی طبقه سفید و نازک قرار داشت. این کتاب برخلاف بقیه کتاب‌ها نه سبز بلکه خاکستری بود. درست به همان اندازه خاکستری که وقتی نورا نخستین بار ساختمان را از ورای مهدی دیوارهای سنگی خاکستری به نظرش رسیدند. خانم علم کتاب را از روی طبقه برداشت و به نورا داد. در نگاهش اندکی حس انتظار دیده میشد. انگار که کادوی کریسمس نورا را به او داده است. وقتی توی دست خانم علم بود سبکتر به نظر می رسید. اما خیلی سنگین‌تر از آن بود که نورا فکر می‌کرد. نورا شروع به باز کردن کتاب کرد. خانم علم سر تکان داد. همیشه باید منتظر تایید من بمونی. چرا؟ همه کتاب‌های اینجا، همه کتاب‌هایی که توی کتابخونه، همشون به جز یکی نوعی از زندگی تو هستن. این کتابخونه مال توئه، به خاطر تو اینجاست. میدونی؟ چون زندگی هر کسی میتونه به بی نهایت شکل مختلف پیش بره. کتاب‌های توی طبقات زندگی تو هستن و همشون هم از زمان یکسانی آغاز میشن. همین الان نیمه شب سه‌شنبه 28 آوریل. اما این احتمالات نیمه شبی با هم یکی نیستن. بعضی هاشون شبیه هم دیگه و بعضی هاشون بسیار متفاوتن. نورا گفت دیوونه کننده است. همشون به جز یکی؟ همین یکی؟ نورا کتاب خاکستری و سنگ مانند را به سمت خانم علم کج کرد. خانم علم ابروی بالا انداخت. آره همون. این کتابیه که نوشتی. بدون اینکه هرگز حتی یک کلمه بنویسی. چی؟ این کتاب منبع تمام مشکلاتت و همچنین راه حل همشونه. خب چی هست؟ اسمش کتاب حسرت هاست عزیزم. کتاب حسرت ها. نورا به کتاب خیره شد. حالا می توانست حروف کوچک حک شده روی جلد را ببیند. کتاب حسرت ها. خانم علم با انگشت روی جلد زد و گفت هر حسرتی که از روز تولدت به بعد داشتی توی این کتاب ثبت شده. حالا بهت این اجازه رو میدم که بازش کنی. از آنجا که کتاب زیادی سنگین بود، نورا برای باز کردنش اول 4 زانو روی زمین سنگی نشست. شروع کرد به ورق زدن کتاب. کتاب به فصل‌های مختلف تقسیم شده بود که به ترتیب 0، 1، 2، 3 و همینطور یکی یکی بالا می رفتند تا به 35 می رسیدند. با پیش رفتن کتاب فصل‌ها هم سال به سال طولانی تر می شدند. اما حسرت‌هایی که نورا جمع کرده بود اختصاصاً متعلق به همان سال نوشته شده نبودند. حسرت‌ها توجهی به ترتیب گاه شمار نمی‌کنن و جابجا میشن. ترتیب این فهرست‌ها همیشه در حال تغییره. آره، خب فکر کنم منطقیه.
نورا خیلی زود متوجه شد که حسرت‌هایش از چیزهای کوچیک و روزمره، پشیمونم که امروز ورزش نکردم، تا موضوعات مهم، پشیمونم که قبل از مرگ پدرم بهش نگفتم دوستش دارم را شامل می شدند. حسرت‌ها ادامه دار بودند و پیش زمینه داشتند و در صفحات متعدد تکرار می شدند. پشیمونم که توی گروه هزارتو نموندم چون برادرم رو ناامید کردم. پشیمونم که توی گروه هزارتو نموندم چون از خودم ناامید شدم. پشیمونم که تلاش بیشتری برای نجات محیط زیست نکردم. پشیمونم که وقتم رو صرف شبکه‌های اجتماعی مجازی کردم. پشیمونم که با ایزی نرفتم استرالیا. پشیمونم که وقتی جوانتر بودم بیشتر خوش نگذروندم. پشیمونم که اونقدر با بابا بحث و دعوا می کردم. پشیمونم که شغلی مرتبط با حیوانات نداشتم. پشیمونم که توی دانشگاه به جای فلسفه زمینشناسی نخوندم. پشیمونم که یاد نگرفتم چطور آدم شادتری باشم. پشیمونم که انقدر احساس گناهکاری کردم. پشیمونم که یاد گرفتن اسپانیایی رو ادامه ندادم. پشیمونم که توی آزمون دروس پیشرفته رشته‌های علمی رو انتخاب نکردم. پشیمونم که یخچال شناس نشدم. پشیمونم که ازدواج نکردم. پشیمونم که برای خوندن کارشناسی ارشد توی دانشگاه کمبریج درخواست پذیرش نکردم. پشیمونم که سالم زندگی نکردم. پشیمونم که به لندن اسباب کشی کردم. پشیمونم که نرفتم پاریس تا انگلیسی تدریس کنم. پشیمونم که نوشتن رمانی رو که توی دانشگاه شروع کردم به پایان نرسوندم. پشیمونم که لندن رو ترک کردم. پشیمونم که وارد شغلی بدون آینده شدم. پشیمونم که خواهر بهتری نبودم. پشیمونم که بعد از تموم کردن دانشگاه 1 سال رو صرف تفریح نکردم. پشیمونم که پدرم رو ناامید کردم. پشیمونم که بیشتر از نواختن پیانو اون رو تدریس کردم. پشیمونم که سرمایه مالیم رو درست مدیریت نکردم. پشیمونم که توی روستا زندگی نکردم. بعضی حسرت‌ها کمرنگ‌تر از بقیه بودند. حسرتی پیاپی نامرئی و دوباره مرئی می‌شد. انگار که داشت به نورا چشمک می‌زد. آن حسرت این بود: پشیمونم که هنوز بچه‌دار نشدم. خانم علم که ظاهراً دوباره به طریقی ذهن اون رو خونده بود توضیح داد: این حسرتیه که بعضی وقتها وجود داره و بعضی وقتها نه. چند تا از این حسرتها توی کتاب هست. از 34 سالگی به بعد در طولانی ترین فصل انتهای کتاب حسرتهای متعددی مربوط به دم بودند. همگی نسبتاً شدید بودند و مثل آکوردی بلند و پرصدا از کنسرت یوزف هایدن در سر نورا پخش می شدند. پشیمونم که با دن نامهربون بودم. پشیمونم که باهاش قطع رابطه کردم. پشیمونم که باهاش توی یه میخونه محلی زندگی نمی کنم. در حالی که به صفحه خیره شده بود یاد مردی افتاد که نزدیک بود با او ازدواج کند.